این برنامه رو اختصاص میدیم به مشنگترین ها، شاخدارترین دروغ ها و برجسته ترین نمونه های مهمل بافی در نظام ولایت فقیه. وقتی صحبت از شاخدارترین دروغ ها میشه، مقام جلوداری بی گفتگو از آن احمدی نژاده. در زمینه شاخدارترین دروغ‌های سال، احمدی نژاد موفق شد در سال 90 رتبه اول، دوم و سوم رو از آن خودش کنه. یه کشور آزادیم ما، شیرین اینا واقعا. ما هم که کشورمون الان بنبست نداره که همه تلاش اینه که تفاهم کنیم. یعنی جمهوری اسلامی که مشکلی نداره در روند اداره خودش. شاید ما جزء یا تنها کشوریم یا معدود کشوریم که سیستمون بگونه است که هیچ وقت مشکلی رو زمین نمیمونه. اگه نظر شخصی من رو میخواد، من آرزو دارم حتی در دنیا یک زندانی وجود نداشته. در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست. اوج آزادی است. ما از روز اول برخورد با مردم و مطالبات مردمی رو محکوم کردیم و از دولت‌ها خواستیم که بنشینند، گفتگو کنند، خواسته های ملت هاشون رو برآورده سازند. یه دولتی که ملتش رو سرکوب میکنه شانس ادامه حیات نداره. با کی میخواد زندگی کنه؟ بر کی میخواد حکومت کنه؟ اصلا چرا حکومت میکنه؟ از اونجایی که دروغ گفتن در نظام ولایت فقیه یکی از پایه‌های اساسی محسوب میشه و همه مهره‌های نظام باید آموزش دروغگویی رو کامل طی کنند، به همین خاطر در سال گذشته هم چند تن از اساتید این حرفه وقت زیادی رو به آموزش فنون دروغگویی اختصاص دادن. اول بذارید بریم سراغ ریشه کلمه دروغ. یعنی من دارم با این دروغ گفتنش یک شخصیت دروغ از خودم خلق میکنم. اصل کلمه دروغم اصلش دروغ بوده و بعد دروغ و بعد دروغ، تطور کلمه اینجوری بوده. حالا بریم سراغ این آیت الله دروغ باف که یه تصویر واضح از تاکتیک های خودش و هم نوعاش برای حفظ جون رو ارائه میکنه. اجازه نداریم صداقت داشته باشیم و بایستی کتمان کنیم و شاید جایز باشه که دروغ بگیم. اینجا رو دیگه میشه دروغ گفت. تو تقیه هستش، یه جایی گرفتار شدی، اعتقاداتت رو، باورهات رو، ارزش‌های دینیت رو باید حفظش کنی. از اون برم حفظ جانت هم واجبه، حفظ ناموست هم واجبه. یه اتفاقی میخواد بیفته و اینجا میای و شما برای اینکه جانت حفظ بشه و ناموست رو حفظ کنی مطلبی رو میگی که بهش اعتقاد نداری. اینها مواردی است که البته کنار اینها یه بحثی هم هست به اسم توریه. این توریه اینه که انسان جواب رو بده منتها چیزی رو قصد کنه غیر از اونی که شما مثلا از من سوال کردی، به خطا انداختن تو دلش یه چیز دیگه باشه. مثلا کسی در به خانه من می آید و صاحب خانه کنیزش رو و غلامش رو دم در میفرسته، میگوید بگو اینجا نیست. حاج آقا خونه است، اینجا نیستن. درسته. شما قصد این نقطه و این مکان رو کردی. درسته. دروغ هم نگفتی، منتها شما تصور میکنی که خونه نیست. جهت یادآوری این حضرت چاخان همون مارمولکیه که یه هفته قبلش در مورد افراد دروغگو این حرفا رو زده بود. انسان دروغگو فاسق میشه، انسان دروغگو فاجر میشه. انسانهایی که صداقت ندارن و انسانهایی که زبانشون اعتیاد به دروغ گفتن پیدا کرده، اینها فردای قیامت شبیه میمون و خوک وارد برزخ و صحرای قیامت میشن. حالا دو تا مشنگ ناشی در سال گذشته رو بهتون معرفی میکنیم که سوتیاشون دیگه تابلو که چه عرض کنم، بیلبورد بود. این حضرت سوت مشنگ که میبینید اومد مثل همیشه دزدی کنه، اما خبر نداشت که این کتاب فروشی که فروشنده نداره به جاش دوربین مداربسته داره.
این هم استاندار مشنگ گیلانه که عمری رو به مفخوری و تنپروری گذرونده، ولی بعد اومد به شکلی ناشیانه جلوی دوربین جست کمک به شالیکاران رو بگیره. اما رتبه بندی مشنگ ترین های سال گذشته واقعا کار مشکلی بود، چون رقابت خیلی فشرده بود و اختلاف مشنگی هم بسیار کم. بنابراین رتبه بندی بین این مشنگ ها رو میذاریم به عهده خودتون. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره. برای اثبات این ضرب المثل آیت الله خوشتیپ مکوین این اظهاراتو کرد: سخن گفتن با نسل جوان یک فنیه، ولی مطلب مهمی که جذب مستمع میکنه چهره گوینده. من خودم یه منبری بود خدا رحمتش کنه وقتی صحبت میکرد من نگاهش نمیکردم، برای اینکه بقدر این چهره در هم بود، عصبانی، سگره ها تو هم، و مثل که الان حجمه داره دعوا کنه. خب مستمع نمیپذیره، پذیرای این واعظ نیم. در یه رقابت فشرده آخوند خماری برای چسبوندن این ضرب المثل به خودش وارد گوت شد و اینطوری گفت: فرمود بینا بگون که از چرت زدن بیرون می. چرت زدن، کلمه چرت زدن خواب کمه، رقده خواب کمه، نوم خواب طولانیه. یعنی شما اونقدر خواب نرفتین اما توی حالت کمخوابی افتاده. شما بدبختیتون اینه که الان گرفتار یک نوع چرت زدگی شده. دیگ به دیگ میگه رود سیاه، چشمای خودش داره قیلی ویلی میره، بعد میگه چرتیا متصدی کار نشن. حداقل برو اینو به مقام عظمات بگو که الان پای منقل دمره.